بیش از 200 خانواده که از اثر جنگ در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بیجا گردیده اند، خواهان کمک غذایی و برگشت به منازلشان هستند. این عده خانواده ها از یک هفته بدین سو که جنگ بین شورشیان و پلیس های محلی به شدت ادامه دارد، از خانه هایشان بیجا شده و به قریه های سخیاباد، یک کباغ و ایت محلی شهر شبرغان آمده در وضعیت بدی به سر میبرند. همینجا آمدیم شدیم، همینجا کمی سرمان پناه شده، گاهی خانه یک دنان میتلبیم، گاهی خانه دری و در شده، خاک در سر شده بوده. ما بدبختای نیت آمدیم سر لیج پای لیج کجا بریم، کجا شیمت. همین دولت به ما یک گپ بزن که تا ما یا مردنی باشیم زودتر بمریم یا که زنده شیم باشیم زودتر زنده شیم. یک باشنده قریه مغول درزاب نیز میگوید که آنها از هراس این که مبادا اعضای خانواده هایشان قربانی جنگ شوند منازلشان را ترک نموده‌اند. وطن خانه خود برادر در بدر از سیر جنگ برادران افغان و راکوت و ببیخی جنگ مسابقه شد، باز گرفته برادران ایتر سایه برادران طرفش برگان آمد. جنگ در ولسوالی درزاب بعد از آن آغاز گردید که مخالفان مسلح بر پوسته های پلیس های محلی حمله کرده قریه مغول، سردره، خواجه اشکره، بیتو، خالگن، چکنه و قریه شیربیک را تحت کنترل خود درآورده‌اند. شماری از بیجا شده ها میگویند که آنها توانستند تنها خودشان را نجات داده و تمام اموال و وسایل خود را گذاشته‌اند. اما تا به حال مقامات محلی و مرکز به خاطر کمک و یا حل مشکلات آنها به این بیجا شده ها نشتافته‌اند.